بازی رو با مساوی به پایان برده. چپ میزنه کوشکی. فاطمی کمک میکنه به دفاع خودشون. سافتا در وسط زمین. بازم بهش نمیرسه به نصاری. نوازی با تو حرکت میکنه وارد زمین افغانستان میشه که رو به دفاع برخورد کرد در این حواس سرگردان بود. موقعیت میرسد میگه باز کنه این تیم اونجا قرار داره. آب توپ میاد در میانه میدان. بازی رو به جناح تیم های فجر میشنید کار دقیقی مسیحیان محمد پنجعلی مهدی اسگرخانی حسین امیدوار یه پاس بلند پشت مدافعین برای عرفانی اجازه این کار رو به ایمان رضایی خط داخل منطقه جریمه یه لحظه اعتقاد به خطا نداره نتیجه از گزارش این تو از من هستی که ایراد و خوزستان در نیمه دوم از و با وجود اینکه در نیمه اول با یک گل از حریف خودش جلو افتاده بود این میدان بود اما نیمه دوم چیز دیگری و بلافاصله نیمه در شروع 47 بازی توسط خیام حاجی نجف ضربه با کسرایتون زده شد موفق بال دروازه بال مرد شیراز رو باز کنه برای بال دوم یک بسیار خوب تا این لحظه میدان باید بدونیم که مشکلی براش با وجود ما نتیجه برسل میکنیم و یک گل دیگه رو بالا دروازه میکنه در کرنر به نفع بازیکنان برق شیراز حالا میتونن ارسال کنن کمتر از 10 در جلو پایان بیادن تو سر خوب میزنن جا میزنه مدافع مستقیم رو خودش رو خیلی حمیدی زیبا رو میزنه که دروازه‌بان عزیزی و شدید فوتبال برق شیراز ماهی مسیحیان سقوط نفسهم احمدزاده عباس محمدی رو از بازی خارج کرد و به صورت برادر برشتان بزرگ آزادی بگم که من کردم برزشگاه و در روزی که هوای مهران نسبتاً شادی بدون گل پایان شنوندگان عزیز صحبت میکنم بازیکنان دو تیم وارد شروع دیدار دو تیم خاص از شبکه رادیویی ورزش تمرین عزیزان شما تموم کنید از برشتان بزرگ آزادی با پیش‌زمین کامل بسیار متناسب بار خوب رو هم در شاهد خواهید بود و امیدوارم هستم که این توانه در حال مسابقه رو کنید اصلا بسیار بنابراین من از درد کردم دو وارد شدن می‌بینم که در حال در صورت هست در کوچه قهوه‌ای را تقریبا نمیشه و ما فکر نکنیم به کجا می انجامه مصنون رو به بیرون از بازی متوقف کنند ببرم که آقای خسروی به صدا درآمد دامنه مسابقه بازی آغاز شد دقایقی کوتاه توپ رفت و برگشت و استریدی اسم به عنوان بازیکن دستگیره بود. حالا بازی آغاز میشه یک بازی هم در تایپ بشه و در اختیار خبرنگاران و گزارشگران میزی اولین گل رو در دقیقه متحرک و پرجنب و جوش رو Pomegranate. به منطقه راست زمینش عارف محمدوند و نهایتاً به بیرون از زمین این توپ میره نتیجه 1-0 مثل تیم ما تحویل به شما این رو هتل بده اون تحویل اون صاحب هتل که این کجا میام؟ بابا چیزی